سابق محبوسان روس اوگینی مکاروف و رستم وخپوف از زندان رها شده و حالا سعی دارند حیات خود را به نظم درآورند. هر دو قصه میکنند که در زندان شهر یاروسلاو با شکنجه روبرو بودند. سال 2018 روزنامه روسی نویا گازتا نوار شکنجه محبوسان از طرف 15 ناظر محبس را نشر کرد. آنها دائما اقرار میکردند که محبوسان را میزدند ولی هیچگاه نمیگفتند که آنها غیر قانونی و دست جمعی لطفو میکردند و گفت که آنها استفاده نیرو عادلانه بود. در صحبت‌های خصوصی آنها میگفتند که اگر خواهند میتوانند ما را کشند و آن را همچون خودکشی نشان دهند. آنها مرا 4 دفعه بوغی کرده بودند. بعد گفتند که ما تو را میکشیم. و دار میآویزیم و میگیم که خود را آویز. دو محبوس سابق و وکیلانشان و ناظران بازداشت شده با رحم و شفقت می‌نمایند. Очень периодически, но становится их жалко. В каком смысле? بعضن به حال آنها رحمم می‌آید. آنها تخمیناً 1 سال اینجانب در اتاق‌های یک نفری هستند. همه آنها را بد می‌بینند. محبوسان، ناظران و حتی این ناظران بازداشت شده به یکدیگر هم با نفرت می‌نگرند. هر یکی در اتاق‌های یک نفری هستند. آدم دیوانه می‌شود. از تنهایی آدم به تورتنک زندان هم صحبت می‌شود. Потому что они ничем не отличаются. Они нужны ровно до того момента, пока они в системе. ناظران محبس از دیگران فرق ندارند تا زمانی که نظام به آنها نیاز دارد غم آنها را می‌خورد، اما از اینکه افتیدن به کسی لازم نیستند. ببینید با شروع جنجال به همین ناظران بازداشت شده گفتند که خاموش شید و شاید ما شما را رها کنیم. Они уже не нужны, все. Их пустили под откос. سازمان ملل متحد بر روسیه مشورت داده است که شکنجه در زندانها را قطع کند. و خپوف میگوید اذیت در زندانهای روسیه عملی عادی به شمار می‌رود. То, что говорю, в системе творится избиение. لاتوکوب این یک بخش نظامی محبس ها است. همه میدانند و روپوش Это میکنند. известно, они все знают. Круговая порука. در یک پرسشی که ماه گذشته مرکز نظرسنجی لیوا در روسیه دایر نمود، یکی از 10 شهروند روسیه تصدیق کرده است که با شکنجه روبرو شده است.